سلام خدمت تمامی فالوورها و دنبال کنندگان پیج کارشناس 23. یه نکته‌ای و ماجرای امروز برای ما اتفاق افتاد، دوست داشتم باهاتون به اشتراک بذارم و اینکه روز به روز کلاهبرداری ها داره پیشرفته تر میشه و روش ها و متدای جدیدتری رو دارن برای متاسفانه خالی کردن جیب افراد غیر مطلع استفاده میکنن. امروز یه درخواستی داشتیم مبنی بر کارشناسی 206 تیپ 5 مدل 96. داستان از این قرار بود که خریدار از شهرستان اومده بود، شهرستان شیراز، و ماشین رو دیروز خریداری کرده بود و دیروز هم وکالت گرفته بود. خب ایشون اومده بود ماشین رو پسند ظاهری کرده بود، درخواست کارشناس کرده بود از این مرکزی که کارشناس بیاد ماشین رو بررسی کنه و بعد حالا اقدام به معامله کنن. فروشنده که مطلع بوده به کدوم مرکز تماس گرفته خریدار، بعد از چند دقیقه زنگ میزنه، حالا به این نحوی یا خودش یا دوستانش یا همدستاش، کارشناسی رو کنسل میکنن و میگن که نیازی نیست کارشناس بفرستین. و حدود 1 رو 20 دقیقه یه تایمی بعد دو شخص از سمت خودشون با لباس حالا کاملا لباس کار و لباس کارشناس میان بالا سر ماشین رو بررسی میکنن و میگن که ماشین ایرادی نداره، بیرنگه، و یه برای کارشناسی هم مینویسن و اعزام میکنن چون ماشین هنوز معامله نشده باید برای کارشناسی دست فروشنده بمونه و به این نحو ماشین رو به قول معروف ایشون مراجعه میکنه به بانک، چون شهرستانی هم بوده زیاد تایم نداشته، چکو میگیره و معامله میکنن. اشتباه بعدی این بوده که ایشون قولنامه ننوشته. اولین اشتباهش هم بود که از کارشناس وقتی اومده بالا سر ماشین کارت کارشناسی یا مدرکی که نشون بده ایشون کارشناس ارگانی هستش یا واقعا کارشناس هست رو نخواست. دومین اشتباهشون هم که این بوده که قولنامه ننوشتن و ماشین رو معامله کردن و وکالت گرفتن. متاسفانه ماشین تمام رنگ بوده، ماشین ستوناش بتونه بوده، ستون A، ستون B، ستون C، گلگیرها سقف تعویض بوده و دلیلی هم که باعث شده ایشون از شیراز تشریف بیارن این ماشین رو بخرن. ماشین حدود 40 میلیون تومان، 38 میلیون تومان پایین تر از قیمت عرف بازار آگهی کرده بود فروشنده و ترغیب شده بود ایشون که این ماشین رو با عجله هم خریداری کنه به خاطر قیمت مناسبش که مبادا کسی دیگه این ماشین رو بخره. فروشنده هم از همین ضعف استفاده کرده بود و متاسفانه تقریبا میشه گفت ضرر 100 میلیون تومانی و ایشون متحمل شد. دوستان حتما اگر درخواست کارشناس میدید، حالا چه مرکز ما و سایر دوستان که فعال هستن، کارت کارشناسی بخواین از کسایی که میان بالا سر ماشین، بدونید کی داره ماشینتون رو نگاه میکنه. پایدار باشید.